بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. إنا أنزلناه في ليلة القدر به درستی که ما قرآن را در شب قدر فرو فرستادیم. وما أدراك ما ليلة القدر و چی میدانی که شب قدر چیست؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر شب قدر از 1000 ماه بهتر است. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. در آن شب فرشتگان و روح با فرمان پروردگار خویش برای سرانجام کردن هر کار فرود می آیند. سلام هي حتى مطلع الفجر. آن شب تا وقت صبح محض سلامتی است. اهمیت دوستان، 1000 شهر 1000 ماه، یعنی که شب قدر از 1000 ماه بهتر است. باید اکنون مفصل تر میفهمیم. اگر یک ماه از 3 روز عبارت باشد، این 3 روز را به 1000 ضرب میزنیم، جوابش 30,000. و اگر یک سال تخمینا 360 گیریم، 30,000 را با 360 تقسیم میکنیم، در جواب تخمینا 83 سال. من فکر میکنم دوستان عزیز، پسترین شخص این شب قدر را در خواب میگذراند. آیا ما و شما 83 سال عمر میبینیم؟ آیا ما و شما 83 سال نماز میخونیم؟ خوانده ایم؟ دعا میکنیم که الله بزرگ ما و شما را تا به این شب رساند و نماز و ذکرهای ما را الله تعالی به درگاهش قبول کند. همه کسا دست جمعانه باید دعا میکنیم که الله تعالی این بیماریه که در تمام جهان پنهان شده ایستاده است، الله بزرگ از تار سری ما دور کند. آمین یا رب العالمین.